این هفته خبر تو خبر داره براتون از مخمسه تحریما و گیجی آخوندا. یعنی همشون پاک رد دادن و چپ و راست پرت و پلا میگن. علت قاچاق چیه اصلا؟ دلیل قاچاق چیه؟ همه تون میدونید دلیل قاچاق ارزونیه نه گرانی. یعنی شما جنستون که ارزونه قاچاق میشه، اگر جنست گرون باشه که قاچاق نمیشه. شما اگر گازوئیل 300 تومان بود قاچاق میشه، اگر گازوئیل بکنی 5000 تومان قاچاق میشه دیگه، قاچاق نمیشه که. این همون شیخ حسنه که میخواست رونق اقتصادی بیاره ها. حالا ببینید چه بلایی سر اقتصاد آورده. این هم جواب نماینده خامنه‌ای تو بندرعباس به رئیس جمهور نظام. دیگه خودتون عمق فاجعه توی نظام ولایت رو ارزیابی کنید. میگن دروغم نمیگن، گوشت کیلویی چند آقا؟ 100 تومن. یعنی باید گوشت رو در خواب دید نه در بیداری. ماهی چندم بالا دارن، قیمت ماهی هم میگن 120 تومن. مرغ که من نمیخورم علیه اللعنه و العذاب کیلوی چنده؟ خب حضرت آقای رئیس جمهور بزرگوار اینا رو یه فکری بکنیم. این روزا وضعیت آخوندا و اقتصادشون یه چیزی تو این مایه هاست. این هم اعتراف به دزدی‌های رژیم و علت گرانی گوشت در تیویریش. مردم گوشت میرسه کیلوی 28 تومن از داغستان، روسیه، رومانی، اونم نژاد رومانوف، اونم بره، اونم نر. نکن گوشت خوبی میرسه، حقتون رو طلب کنید. کیلو 28 تومن میرسه، کیلو 33 تومن، 33 34 تومن باید تاجر بده به سازمان امور دام و پشتیبانی، اونم باید کیلو 40 تومن برای شما توزیع کنه. حالا چرا شما گوشت دارید 120 تومن میخرید؟ مردم تا شما مطالبه نکنید اونا پاسخگو نیستن. گوشت هست، مجوز نیست. وضعیت طوری شده که گوشت رو باید اینطوری مصرف کرد. با این حساب گوسفندم به کالای لوکس و لاکچری تبدیل شده و باید احتراماتش رو به جا آورد. اینجاست که باید یادی کنیم از اراجیف خمینی دجال که قرار بود همه چی رو مجانی کنه و معنویات و روحیات مردم رو عظمت بده. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم. توی این اوضاع و احوال این جوجه توریسین های نظام هم نقش سوپاپ اطمینان رو بازی میکنن و با این اعترافات میخوان از انفجار خشم مردم جلوگیری کنن. توله هاشون رو ول کنن توی مملکت، اسمش مثلا آقازاده، اینا خرزاده هم نیستن. حججی ها اونا آقازاده بودن. بله دیگه، پول مردم یا صرف این خرزاده ها میشه یا صرف سرکوب و صدور تروریسم.
ما به مقاومت مردم عراق، به مقاومت مردم سوریه، به مقاومت مردم لبنان افتخار میکنیم. ما به مقاومت فلسطین افتخار میکنیم. ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشاریم. این افتخار ماست. این سید حسن نصرالله هم اومده تا از دستاوردهای 40 ساله نظام تعریف کنه و رسید دریافت پولهای مردم ایران رو اینطوری به حساب عظما واریز کنه. از نظر اقتصاد هم ایران در سال 1979 رتبه 26م اقتصاد جهانی رو داشته، اما سال گذشته رتبه ایران در اقتصاد جهانی 18 بوده است. ایران یکی از 6 کشوری است که توانسته موجود زنده به فضا بفرستد و زنده به زمین برگرداند. وقتی قرار باشه سید حسن نصرالله از دستاوردهای نظام بگه، دادن نمره قبولی به نظامم سهم این کارشناس مالکش میشه. من در زمینه توسعه سیاسی، نه محیط زیست، نه اقتصاد، نه وضعیت زنان، در زمینه توسعه سیاسی من اتفاقا به جمهوری اسلامی نمره قبولی میدم. چند میدید؟ 10 به بعد قبولیه. 11 بهش میدم، یعنی ناقابلانه قبولش میکنم، نه به واسطه این که مقایسه میکنم جمهوری اسلامی رو با نروژ یا نیویورک یا چه میدونم حتی هند، بلکه جمهوری اسلامی رو مقایسه میکنم با قبل از انقلاب. این شما و این هم جلوه ای از توسعه سیاسی در 40 سالگی نظام ولایت. اما اگه میخواد یه تصویر عینی از پیشرفت‌های 40 ساله در نظام ولایت داشته باشید، این کلیپ رو ببینید. جنگ گرگ‌ها بر سر قدرت هم همچنان ادامه داره و اینطوری به همدیگه سیخ و سنبه میزنن. بگی آخه این کشور چه کشوریه که ماهواره در مدار قرار میده، موشک نقطه زن میذاره، موشک کروز میذاره، ولی در صنعت خودرو پراید داره. حالا یه وقتی با یه روز یه جا بودیم که شوخی میکرد، میگفت آیا قالیباف کنم، گفت میدونی شما تست خودرو رو چجوری انجام میدم؟ مزاح میکرد. میگفتم نه، میگفت که مثلا فلان شرکت خارجی وقتی ماشینش تست بکنه یه گربه میذاره تو ماشین در میبنده، صبح میاد اگه گربه خفه شده بود او خلاصه کیوسیش تاییدش میکنه به خاطر که اینقدر بدنش اونجوری هوا دیگه داخل میاد گربه مرده. تو ایران هم خلاصه یه گربه میذارن تو ماشین، صبح میاد اگه دیدن فرار کرده کیوسیش تایید میکنه. میگن نگاه کن این از ماست. بابا خیلی بالا بسته این خالی باف. ساختن پراید که خیلی توقع بالاییه، ایربگش رو هم نمیتونن بسازن. این بروجردی هم رفته تو جمع دلواپسا تا وضعیت رو عادی جلوه بده، اما با یه جرقه کار به آتیش سوزی میکشه و برجام به فنا میره. این نتیجه برجام شما بود که نشستید تصویب کردید توی مجلس. برجام و امثال هم که تصویب کردید، این نتیجه شما. نظام شما بی خود فرافکنه تصمیم گردن نظام تصمیمیه که شما میگیرید، تصمیمیه که شما گرفتید توی مجلس. دعوای این جماعت بر سر سهم بیشتر از آخر نظامه. شیخ فری رفت سفر استانی. همون اول کار سوتی پارتی را افتاد که بیا و تماشا کن. ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، سلام علیکم. این جانب فاطمه زهرا رادفر، فرزند آزاده و جانباز محمد رادفر، از طرف
مردم بندر لنگه، از طرف مردم بندر لنگه و از طرف شهدا و ایثارگران خیر مقدم عرض می‌کنم. کلا این ادا و اطوارا به آخوندا نمیاد، فقط باعث میشه که مضحکه بشن. حالا دیگه آخوندا باید شعاراشون رو عوض کنن. مثلا مرگ بر آمریکا رو باید با این تبصره ها همراه کنن. مرگ بر آمریکا. حالا با این شعار یه سری هم به مراسم رزمایش آخوندا و سپاه بزنیم ببینیم اونجا چه خبره. رژه اقتدار نیروهای مسلح ایران امروز در 31 مرکز استان هم برگزار شد. یگانهای مسلح منتخب شامل سپاه، بسیج، ارتش و نیروی انتظامی به خنده روی دشمن مخور فریب ای دوست که برق خنده زنان سوخت آشیانه ما. صلح اگر خواهی به ساز و برگ لشکر کوش از آنک بیش ترسد دشمن از تیغی که بیشش جوهر است. از رزمایش سری به کارخانه موشکسازی سپاه میزنیم و با تازه ترین محصولاتش آشنا میشیم. این پاسدار نقدی هم میخواد با این خالی بندی ها امپراتوری مالی عظما رو ماسمالی کنه. خبر نداره که کار از این کارها گذشته. ما امروز رهبری داریم که 10 سال رئیس جمهور بوده، 30 سال رهبر بوده، یک بال مگس از بیت المال وارد زندگیش نشده. تو مگس بازار ولایت یه خرمگسی هم هست مثل شهردار بندرعباس که برای تبلیغ خودش آگهی هالیوودی درست کرده. بعد با چکمه رفته کنار کارگرای پا برهنه تا بگه مثلا خیلی فعاله. این آخوند تانگم بردگی ولایی رو اینطوری برای بسیجی ها توصیف میکنه. یادمون باشه ما برای اطاعت آمده ایم. من و شما حق نداریم به نظر شخصی خودمون عمل کنیم چون ما مجتهد نیستیم. حق نداریم به نظر دوست و رفیق و قوم و خویشمون عمل کنیم چون اونها هم احتمالاً مجتهد نیستن. ما باید به نظر مجتهد عمل کنیم. حالا این مجتهد ولایی چی کار میکنه؟ هیچی، دجال بازی. خربزه ها رو تهیه کرد و آورد محضر آقا امیرالمومنین. حضرت فرمودن خربزه ها رو قاچ بکنید. قاچ کردن گذاشتن جلو مولا. اولیشو امیرالمومنین گذاشتن تو دهان مبارک، دیدن تلخه. اصحاب دیدن مولا این خربزه رو پرتش کردن اون طرف. خربزه بعدی شیرین گواراست. حضرت فرمودن میل کنید. اصحاب سوال کردن، گفتن آقا حکایت چه حکایتی بود؟ خربزه است دیگه. این خربزه چیکار کرده بود که اینطور پرتش کردید؟ حضرت فرمودن این ولایت منو قبول نکرده بود که تلخ شده بود. مردمم پاسخ این دجالگری‌ها رو با درست کردن کلیپ‌هایی مثل این میدن. Mama,
தீர்மானம் பண்ணி நீ தீர்த்து கட்ட துணிஞ்சனி என சுத்தி வாழ தாரே தாரே این هم تلاش متفاوت یه معلم کنکور برای آموزش عربی. پس ماضیش بشه قل نه، امرش میشه قل نه. ما ماضیش بشه خف نه، امرش میشه خف نه. پس هن نمیشه خف نه، انتون نمیشه خف. چی شد؟ ماضیش بشه نم نه، امرش میشه نم نه. پس هن نمیشه نم نه، انتون نمیشه نم. همه جور تبلیغ توی تیویریش دیده بودیم الا تبلیغ نژاد پرستی که اون هم پرده برداری شد. بهترین نژاد سفید، بهترین نژاد سفید، آریا کاملا صحیح، کاملا صحیح هستش. نژاد آریایی نژاد برتر هستش در سفیدپوستان. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی یک مهندس ساختمون جلب می‌کنیم که ظاهراً مایکل جکسون مهندساست.